حسن ابن موسی نوبختی و سعد ابن عبدالله قمی از افاضل علمای قرن سوم هجری شیعه این کتاب رو نوشتن که کتاب فرق شیعه است. در این کتاب که در سال 1412 این کتاب در دارالرشد چاپ شده، فرقه 54م در اینجا فرقه ای رو معرفی میکنه. در این کتاب این صفحه 32 میگه فرقه ای که گفتن ان علی لم یقتل و لم یموت، علی نه مرده و نه کشته شده و این نمیمیره. من خلاصه بعضی مطالبشو میخوانم. اینا اصحاب کی بودن؟ این فرقه سبعیه، اصحاب عبدالله ابن سبع، همون عبدالله ابن سبع خودمون که میگیم یهودی بود. درست. و کان اظهر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان، این کسی بود که ظاهر کرد طعن ابوبکر و عمر و عثمان رو و صحابه و بقیه صحابه رو و تبرع منهم، اعلان براءت کرد از اونها و قال ان علی علیه السلام امره بذلك، یعنی همون ماسک محبت اهل بیت رو کشید مثل آخوندهای که امروز هم همین کارو میکنن. چیکار کرد؟ اظهار محبت علی میکرد و میگفت که علی بهش این چیزها رو امر کرده و اعلان براءت میکرد. فاخذ علی فسأله عن قوله هذا فاقر به، علی رو گرفت اقرار کرد به این امر. فامر بقتله، علی چیکار کرد؟ امر به قتلش داد. و کان یقول و هو علی یهودیته فی یوشع ابن نون بعد موسی علیه السلام به هذه المقاله، و این اولین کسی بود که اعلان کرد ولایت علی رو. فاسلم، به ظاهر ایمان آورد، و والا علی، اعلان ولایت علی کرد. و کان یقول و هو علی یهودیته فی یوشع ابن نون، زمانی که یهودی بود عبدالله ابن سبا میگفت که یوشع ابن نون بعد از موسی امام هست. بعد از اینکه مسلمان شد به ظاهر گفت که علی امام هست. فقال في اسلامه بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم في علیه السلام بمثل ذلك و او اولین کسی است که شهد القول به فرض امامت علی علیه السلام، اولین کسی بود که شهادت داد به فرضیت امامت علی علیه السلام و اظهر البراء من اعدائهم، و اعلان براءت کرد از کی؟ از دشمنان علی. در اینجا خودشون اعتراف کردن در صفحه 33 و کاشف مخالفیه، و اعلان کشف کرد مخالفین علی رو و اکفرهم، اونا رو تکفیر کرد. همین تکفیری که الان ما نشون دادیم اینجا. فمنها هنا، از همین جاست که قال من خالف الشیعه، کسی که مخالفت شیعه میکنه میگه که ان اصل رفض ماخوذ من الیهودیه، و هیچ شک نیست، و اصل رافضه‌گری از دین یهودیت گرفته شده. این اعتراف علمای خودشون هست. no.